الله و با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. امیدوارم صحتمند و سلامت باشین. در خدمت شما هستم با ارائه یک مدل ساده برای تشریح دوره‌های برقی. چنانچه می‌دانید دوره‌های برقی بر اساس ترتیب مقاومت‌ها در یک دوره به دو دسته مسلسل و موازی تقسیم می‌شوند که در این ویدیو ما دوره‌های برقی مسلسل خدمت شما ارائه می‌کنم و دوره‌های برقی موازی در یک ویدیو جداگانه پیشکش خواهد شد. برای از اینکه ما بتانیم مقاومت ها را در یک دوره برقی به راحتی نصب بسازیم، ما یک مدل چوبی را به این شکل آماده ساختیم که شامل یک سپل، پایه و یک بازو هست. بالای بازوی از 4 تا میخ در این قسمت نصب شده و 4 تا میخ هم در قسمت بالا تا اینکه بتانیم در جریان تشکیل دوره مقاومت ها را به راحتی بالای از نصب بسازیم. همچنان 3 تا مقاومت در نظر گرفتیم که هر کدام متشکل از یک لامپ، هولدر و کیبل های برق است تا به دوره وصل شود. برای از اینکه منبع برق داشته باشیم، یک باتری دانی را برای باتری های قلمی ساختیم. طول از این باتری دانی هست 30 سانتی متر و گنجایش 6 تا باتری قلمی را دارد که کاملا از چوب ساخته شده. در این قسمت منبع برق یک کیبل برق وصل شده که قطب منفی منبع برق تشکیل میده و همچنان در این قسمت یک کیبل برق نصب شده که قطب مثبت تشکیل میده. در ضمن یک سویچ در اینجا قرار دادیم تا اینکه بتونیم در جریان تشکیل دوره جریان برق خط وصل بسازیم. میریم طرف تشکیل دوره برقی. اول باتری ها را در باتری دانی قرار میدیم تا منبع برق داشته باشیم. دقت داشته باشیم که با قرار دادن باتری ها در داخل منبع برق جهت منفی و مثبت به شکل درست قرار بگیره، یعنی جهت منفی طرف قطب منفی و مثبت طرف مثبت. باتری ها در داخل منبع برق قرار گرفت و منبع برق آماده است. در این مرحله قطب مثبت منبع برق وصل می سازیم در میخی که در این قسمت بازو نصب شده. این قطب مثبت منبع و قطب منفی منبع برق در میخی که در این قسمت بازو نصب شده در اینجا وصل می سازیم. دوره تا این حد تشکیل میشه. این به خاطر از اینکه دوره برقی تکمیل شوه مقاومت ها را وصل می سازیم. در یک دوره برقی مسلسل مقاومت ها به شکل پشت سر هم یا پیوسته هم وصل میشه. به این خاطر این دوره برقی را دوره برقی مسلسل میگه. مقاومت اولی را وصل می سازیم به خاطر از اینکه مقاومت ها به راحتی نصب شوه. این قسمت سیم های مقاومت ها رو میتونیم به این شکل چنگک بسازیم. نصب مقاومت ها رو از طرف مثبت آغاز میکنم. این مقاومت اولی، مقاومت دومی رو نصب میسازیم. دقت داشته باشیم که قطب مثبت مقاومت دومی با قطب منفی مقاومت اولی وصل میشه. این مقاومت دومی و همچنان مقاومت سومی. وقتی مقاومت ها وصل شدن دوره برقی تکمیل میشه. اینو جریان برق اجازه میدیم. میبینیم که چگونه دوره فعال میشه. در دوره برقی به صورت مسلسل یک مسیر برای عبور جریان وجود داره و جریانی که از دوره عبور میکنه بین تمام مقاومت ها به صورت مساویانه جریان میکنه یا ولتاژ عمومی که از منبع میآید بالای مقاومت هایی که شامل دوره است به صورت مساویانه توزیع میشه. در یک دوره برقی مسلسل هرگاه یکی از مقاومت ها در دوره آسیب میبینه یا از کار میفته سایر مقاومت ها هم از فعالیت میمانه. مثلا اگر مقاومت وسطی را برداریم میبینیم که دو مقاومت دیگه هم از فعالیت میمانه. این یکی از نقص ها یا یکی از معایب دوره برقی به صورت مسلسل است که با از کار افتادن یا غیر فعال شدن یکی از مقاومت ها سایر مقاومت ها هم غیر فعال میشه. اگر مقاومت وسطی را دوباره وصل میسازیم میبینیم که دوره دوباره با فعالیت خود آغاز میکنه. این هم دوره برقی مسلسل. امیدوارم برای شما مفید و مؤثر بوده باشه. در ویدیوی بعدی با دوره برقی موازی در خدمت شما خواهم بود. پس تا دیدار بعد، خدا نگهدار.